میدونم که زندگی این روزا پر از مشغله است و وقت مطالعه نداریم. پس این پادکست برای شماست. سلام. من مریم هستم و خوش اومدین به پادکست از دل کتاب ها. من اینجام تا کتاب ها رو براتون خلاصه کنم و نکات مهمشون رو خیلی سریع در اختیارتون بذارم. هدف من از این کار اینه که شما در کمترین زمان بتونین از کتاب‌های مفید و جذاب توی زندگیتون بهره ببرید. پس توی این مسیر همراه من باشید. خیلی خوش اومدین به اولین قسمت از پادکستمون. قراره توی این سری از قسمت‌ها با کتاب دنیای شگفت‌انگیز دختران یا همون The Wonder of Girls آشنا بشیم. اما قبل از اینکه شروع کنیم بذارید یه داستان جالب از نویسنده کتاب دکتر مایکل گورین براتون تعریف کنم. دکتر گورین تا قبل از 32 سالگی هرچی کتاب نوشته بود و هرچی تحقیق کرده بود در مورد پسرها بود. در مورد رشد و تربیتشون، در مورد اینکه پسرها چطوری فکر میکنن و چجوری میتونیم یه پسر آگاه رو تربیت کنیم. تا اینکه اولین فرزند دکتر به دنیا میاد و اون یک دختر بوده. بله، کسی که این همه سال در مورد تربیت فرزندها کتاب نوشته بوده نمیدونسته چجوری باید با دخترش رفتار کنه. نمیدونسته چجوری دختر بچه ها فکر میکنن یا چی کار باید بکنیم تا بهتر تربیتشون کنیم. حتی به عنوان یک روانشناس ایشون ادعا داشته که خانوما رو خیلی خوب میشناخته. اما خودش میگه بعد از به دنیا اومدن دخترش یه جورایی پنیک کرده بوده. نمیدونسته باید چی کار کنه، نمیدونسته باید چه جوری با یه دختر بچه رفتار کنه. و همین باعث میشه به فکر نوشتن یک کتاب در مورد شگفتی دخترها بیافته. حالا یه سوال. دختر داشتن برای شما چه معنایی داره؟ تا حالا بهش فکر کردین؟ اگه دختر داشته باشین یا اگه دختر دارین وجودش برای شما چه معنی داره؟ اگر به جای دخترتون پسر داشتین چه چیزایی تغییر میکرد؟ یا اگر فکر میکنین در آینده دختر خواهیم داشت زندگیتون چقدر قراره عوض بشه؟ آیا آمادگی تربیت یک دختر بچه رو دارین؟ چه چیزی ازش میدونین؟ چه جوری فکر میکنه؟ اون تکاملش چه شکلی قراره پیش بره؟ ذهنش چقدر قراره باز بشه و حتی شکلگیری مغزش به چه صورته؟ چیزی در موردشون میدونین؟ پس اگه نمیدونین حتما به این کتاب گوش بدین. خب حالا برگردیم به خود کتاب. دکتر گورین این کتاب رو با نامه ای از یک مادر شروع میکنه. این مادر 4 فرزند داشته که 3 تاشون دختر بودن و 1 دونه پسر داشته. مادر ادعا میکنه که بزرگ کردن پسرش بعد از خوندن کتاب دنیای شگفت‌انگیز پسران نوشته خود دکتر مایکل گورین خیلی براش آسون تر بوده. در صورتی که همه به این معتقدن که بزرگ کردن دخترها به مراتب آسون تر از بزرگ کردن پسرهاست. اونم به خاطر اینه که میگن دخترها همجنس مادرن، تربیتشون راحت تره، قابل کنترل ترن، بازیگوشیشون کمتره و حرف گوش کن ترن. در صورتی که اینطور نیست. کسایی که هم دختر بزرگ کردن هم پسر این رو میتونن بهش برسن. به خاطر همینم این مادر از دکتر خواهش میکنه تا کتابی مثل دنیای شگفت‌انگیز پسران برای دختران بنویسه. توی این کتاب در مورد نوع عملکرد ذهن دختر بچه ها، نوع رفتارشون و اینکه چطور میشه تربیتشون کرد به خوبی صحبت شده. خب یک مادر دیگه چی میخواد برای اینکه بچه‌هاش رو به بهترین نحو ممکن تربیت بکنه؟ حالا اینجا یه سوال دیگه پیش میاد. کاری به این که چه کلیشه هایی رو از اول خلقت توی ذهنمون داشتیم نداریم. به این فکر کنین که به نظر خود شما بزرگ کردن دخترها سخت‌تره یا پسرها؟ توی سری قسمت‌های دیگه قراره دنیای شگفت‌انگیز پسران رو براتون خلاصه کنم. با گوش دادن به این سری از قسمت‌ها میتونین خیلی راحت مقایسه بکنین و اون موقع نظر نهاییتون رو بگین که بزرگ کردن کدومشون سخت‌تره. حالا برسیم به بخش جالبی از کتاب که در مورد سوالاتیه که از دکتر پرسیدن.
این سوالا خیلی جذابن. شنیدنشون شاید شما رو هم به فکر بندازه. چند تا از سوالاتو براتون میخونم. اولین سوال: چطور با دختر 15 سالم حرف بزنم؟ اینو یک مادر پرسیده. اگر شما خانوم هستین و دارین به ما گوش میدین، دلم میخواد برگردین به 15 سالگیتون. چیزی ازش یادتون هست؟ از اون احساسات، هیجانات، اون چالش هایی که باهاش روبرو بودین، چیزی به یادتون هست؟ حالا شما تصور کنین که یه دختر 15 ساله دارین، دقیقاً با همون احساسات. چه چیزی رو میخواین به دختر 15 سالتون بگین که دوست داشتین موقعی که خودتون 15 سالتون بود بهتون بگن؟ یا اگر آقا هستین و دارین به ما گوش میدین، فکر میکنین صحبت کردن با دختر 15 ساله چه مهارتایی نیاز داره؟ فکر میکنین چه جوری باید در مورد احساساتش باهاش صحبت کنین؟ فکر میکنین خواسته هاش به نظر منطقی میاد براتون یا اینکه کاملا از روی هیجانات و سن بلوغشونه؟ سوال دوم: چرا دخترها این روزا بی حیاتر شدن؟ این سوالا یه مادر بزرگ از دکتر پرسیده. به نظر شما چی؟ فکر میکنین دخترها این روزا بی حیاتر شدن یا جسورتر شدن؟ خط قرمزا رو رد کردن یا دارن خط قرمز جدیدی ایجاد میکنن؟ به عنوان کسی که حدوداً 10 ساله با دخترهای 15 ساله، 16 یا 17 ساله در تماسه، اینو میتونم بگم که اونها بی حیاتر نشدن. البته به نظر من استفاده از این کلمه اصلاً درست نیست. به خاطر اینکه این نسل توی همه جای دنیا با تغییر تکنولوژی و پیشرفت و هر چیزی که توی سوشال میدیا اتفاق افتاده باعث شده که این دخترها آگاه تر باشن. به نظر من کلمه مناسبش آگاه تره. چیزهایی میدونن که زمان ما یا نسل قبلتر از من حتی بهش فکر نمی‌کردن توی اون سن. و الان به اون شناخت رسیدن، به اون چیزی رسیدن که ما هیچ وقت بهش نرسیده بودیم. درسته خیلی از خط قرمزها رو رد کردن، خیلی از تابوها رو شکوندن. خب تو خیلی از موارد خوبه، تو خیلی از موارد باید کنترل بشه. اما به نظر من استفاده از این کلمه براشون خیلی بی‌انصافیه. سوال سوم: چطور به دخترم کمک کنم که با طلاق من و پدرش کنار بیاد؟ خب یه کلیشه‌ای بوده همیشه توی ما ایرانیا که میگفته به خاطر بچه‌هات زندگیت رو نگه دار، بسوز و بساز، حتی اگه ناراحتی اشکال نداره، بچه‌هات گناه دارن. اما هیچ وقت به این فکر کردن که وقتی ببینن بچه‌ها شاهد درگیری پدر و مادرن، شاهد ناراحتیشونن و یک الگوی بسیار افسرده رو دارن برای خودشون در نظر میگیرن، اون موقع تکلیف اون بچه‌ها چی میشه؟ اون موقع اون دختر بچه یا پسر بچه در آینده چه ضعف‌هایی خواهد داشت؟ چه تراماهایی رو گذرونده؟ حالا اگر این طلاق صورت گرفت، خوشبختانه یا متاسفانه، برای هر کسی به یه صورته، چطور به دخترش یا حتی به پسرش کمک بکنه که این رو درک بکنه؟ اینکه دیگه یک خانواده واحد نیستن، اینکه مادر یا پدر رو به صورت 50-50 یا فقط یکیشون رو قراره ببینه، چطور باید باش کنار بیاد؟ توی این کتاب در مورد اینکه چطور به دختر بچه‌ها یا حالا دخترهای نوجوان بفهمونیم که چه اتفاقی براشون افتاده صحبت شده. سوال آخر: چطور میتونم به دخترم کمک کنم که از پس احساسات و هیجاناتش بر بیاد؟ خب برمیگردیم به سوال اولی که در موردش صحبت کردیم. اگر یک دختر داشتین که دوران بلوغش رو داره میگذرونه یا تازه داره شخصیتش شکل میگیره، چطور میتونین بهش کمک کنین که احساسات و هیجاناتش رو کنترل کنه یا اونا رو بشناسه؟ شناختن اینها خیلی مهمتر از کنترل کردنشونه. خب انیمیشن اینساید اوت چه یکش چه دوش خیلی میتونه بهشون کمک بکنه و من فکر میکنم حتی بزرگسالها هم باید اون رو ببینن. شناختن و لیبل گذاشتن روی احساسات و هیجانات میتونه به ما کمک کنه که اونا رو اول از همه ببینیم، بعد حالا راه حل پیدا کنیم برای اینکه چطور حلشون کنیم یا از پسشون بر بیام یا حتی یه جاهای کنترلشون کنیم. این سوالاتی که مطرح شد فقط چند تا نمونه از کلی سواله که توی مقدمه کتاب پرسیده شده و خب در طول کتاب دکتر بهشون جواب داده و خیلی راحت و قابل فهم اونا رو توضیح داده. و من پیشنهاد میکنم قبل از اینکه اصلاً جواب رو بخونین یا اینجا بشنوین،
خودتون چند لحظه به هر کدوم از این سوالا فکر کنید. ببینین چه جوابی میتونین براش داشته باشین. شاید اصلا جواب شما قابل لمس‌تر باشه. اگر شما جای این والدین بودین چه جوابی به این سوالا میدادین؟ و در نهایت یه نکته جالب که دکتر گورین توی مقدمه کتاب بهش اشاره میکنه اینه که خیلی از مسائلی که برای یه دختر نوجوان پیش میاد شبیه مشکلاتیه که یه زن توی دهه 30 زندگیش تجربه میکنه. دوباره تکرار میکنم. خیلی از مسائلی که برای یه دختر نوجوان پیش میاد شبیه مشکلاتیه که یه زن توی دهه 30 زندگیش تجربه میکنه. خیلی جالبه، درسته؟ اولش برای من هم خیلی عجیب بود و فکر میکردم که خب چه ربطی داره؟ ولی اینطوری نیست و وقتی که جلوتر میری میبینیم که از نظر زیستشناسی عصبی و شاخه‌ای از روانشناسی این موضوع اثبات شده. و خیلی راحت بعد از خوندن یا شنیدن دلایل دکتر گورین میتونیم اینا رو با هم مقایسه بکنیم. پس این کتاب نه تنها بهمون کمک میکنه دختر بچه‌ها رو بهتر بشناسیم، بلکه دیدمون رو هم نسبت به رفتار و ذهنیت یه زن بالغ عمیق‌تر میکنه. این یعنی با شنیدن یا خوندن این مطالب نه فقط یه پدر یا یه مادر بهتر میشیم، بلکه یه همسر، دوست یا همراه آگاهتری خواهیم بود براشون. این بود خلاصه ای از مقدمه کتاب دنیای شگفت‌انگیز دختران. توی قسمت‌های بعدی بیشتر وارد جزئیات میشیم و هر کدوم از این سوالا و موضوعات دیگه‌ای که دکتر گورین مطرح کرده رو با همدیگه بررسی می‌کنیم. ممنون که تا اینجا همراه بودین. تا قسمت بعدی مراقب خودتون و عزیزانتون باشین. خداحافظ.